بیننده‌های عزیز، با رسیدن فصل سرما و زمستان یکی از مشکلات صحی که در جامعه بیشتر میشه عبارت از آلودگی هوا می باشه. آلودگی هوا خصوصا که مردم به خاطر گرم نمودن خانه هایشان از مواد استفاده میکنه که مواد فوق العاده مضر به سیستم های مختلفه بدن می باشه. اگر شما میخواین که در فصل زمستان و در هوای آلوده به امراض مختلفه گرفتار نشین، مثلا مشکل امراض طرق تنفسی، سینه و بغلی که ناشی از هوای آلوده میشه، گلندردی هایی که ناشی از هوای آلوده ایجاد میشه، یا مشکلات دیگری که در بدن ناشی از هوای آلوده ایجاد میشه، در امان باشین. وقتی که شما از خانه خارج میشین به خاطر رفتن به بیرو، به وظیفه، به محل کارتان، استفاده از ماسک فراموش نکنین. وقتی که شما دوباره خانه مین، شما کوشش کنین که حتما دستورتون با آب ملایم و شستشو کنین، خصوصا مجروحهای بینی را حتما با آب ملایم شما حتما شستشو میکنین، پاک میکنین، تا اینکه هوا و هوای آلوده را که شما تنفس کنین و ذرات و انشاقات را که شما تنفس کنین دوباره از بدن خارج شود. تا این طریقه شما از امراض مختلفه در امان باشین.